یکم تا میگه روزه خو میگرفت، میگه روز تولد من. خب بگی روزه تا احتفال به میلاد رسول اکرم اصلی شرعی از سنت قولی رسول اکرم دارد که پیغمبر روز دوشنبه میلاد شان خودشان با روزه داشتن احتفال میکنند. مسئله مولود رو میگیریم. مولود در تمام جهان اسلام است. اینها به نهایت خفه شدن. حتی ما یاد دارم در یکی از دهه‌های ناحیه حصار وقتی که من برای خستن در هنگامی که همون گیم که شعر مولودی رو میخونن من نخستم، برادرشون خیلی با من سخنهای گیم که بد گفتن، حتی بابایشون هم گفتن من نمیتونستم برای خاطر مثال برادرم بخیزی، اما من نخستم چون آنکه من این چیزا قبول ندارم. اما من جانبدار گوش کردن امر معروف و نهی منکر هستم. ولی جمهور و تمام عالم اسلام جشن میلاد رسول اکرم میگه. الان در نه اینم دروغه. تمام عالم اسلامی نیستش. کی گفته همه عالم اسلامیه؟ پیش صوفیان فقط هستش. مکشورات از حق دولتی میگیرن، فقط به جز سلفی ها و وهابی در داخل سعودیه حتی اونهایی که مثلا نه احناف هم نمیگیرن. احناف هم نمیگیرن، در همه مدارس دیوبندی نمیگیرن. پیرو سلفی در خانه هاشون محفل مولد میگذارونن. این سخنم رساله های زیاد جشن مولد نه سخنهای پیامبر پیامبر کرده است، نه اصحاب بشر اصل شرعی دارد. احتفال مذاهبی نه از شرعی هم ندارد. هیچ از شرعی نداره، بدعتی است. اگر از شرعی می داشت هم پیامبر مشخص میکرد. یکم تا میگه روزه خو میگرفت، میگه روز تولد من. خب بگی روزه تا دوشنبه و پنجشنبه روزه میگرفت. اگه دوشنبه برابر شدی بگی دیگه. مرسم دوشنبه را میگرفت، در حالی که او دوشنبه را که میگرفت او دوشنبه خونه بود. دوشنبه ها فرق میکرد. رسول الله هم دمو دوشنبه 12 ربیع الاول پیدا شده. بعضی وقت دوشنبه گفت دوشنبه امروز دوشنبه روزه میگرفت و دلالت به یوم نمیکرد که امروز تولد میتونه به سال یک روز روزه بگیره. دو دوشنبه را هر هفته روزه میگیره. یک دلیلش هم بیان کرد. بیگر دوشنبه را روزه میگیری ثواب است. یک تجلیل یک قسم کارا کرده نه. خب خلفای راشدین که رسول الله میگه به سنت خلفای راشدین، آیا ابوبکر عمر کار کرده؟ نه، کدام دلیل اثری وجود نداره. ابوبکر با وجودی که یار اول رسول الله خلیفه اول رسول الله با رسول الله در همه مشکلات دعوت بود. عمر رضی الله عنه در عین وقت این خسران رسول الله ابوبکر هم دختر خود به رسول الله دادگی است، یعنی خویشاوندی بسیار نزدیک داره. عایشه رضی الله عنها و عمر رضی الله عنها هم دختر خود که حفصه است بر رسول الله دادگی است. ولی باسه که نگاه خویشاوندی هم باید میکرد. اگر بگوی پای پول و پیسه نبود رسول الله رئیس دولت شد در مدینه ای کار نکرد. جزیره عرب فتح شد، یمن و بحرین اینجا فتح شد، بسیار پول و پیسه آمد پای مسلم کار نکرد. ابوبکر صدیق عین عراق فتح کرد ولی کار نکرد. عمر رضی الله عنه دو امپراتوری دنیا را شکست داد. مسلمانان در خلافت عمر رضی الله عنه اکثریت جهان رهبری کردند. اول قدرت دنیا شد، ابر قدرت. ولی عمر رضی الله عنه نکتی کاره، یعنی کار انجام نداد. پس از این چی فهمیده میشه که سنت نبوده، عبادت نبوده، مستحب نبوده و ثواب نداشته. اگر ثواب میداشت با این سلام این کار میکرد. ابوبکر صدیق با وجودی که خصوص رسول الله مسیح کار انجام نداده، عمر رضی الله عنه انجام نداده. اگر کسی میاد داده و اثر به ما بیاره، حدیثی که به رسول الله برسد او را حدیث گفته میشه یا حدیث مرفوع، که نباشه او را موقوف میگن یا اثر میگن. عثمان و علی، عثمان بیش از 11 سال در خلافت بود، علی رضی الله عنه بیش از 4 سال. داماد رسول الله صلی الله علیه و علی اهل بیتشان بود. اگر این مشروع می بود امیر روز تولد و میلاد اونا میکردن، اگر ثواب می داشت میکردن، میگفتن این ثواب هم است و عزت خاندان ما هم است علی رضی الله عنه. چرا از او کدام روایتی به ما نیست؟ حتی هیچ صحابه وجود نداره که کار کرده باشه و یا گفته باشه این روز ما تجلیل کنیم روز تولد رسول الله. از هیچ صحابه ثابت. حتی از امام ابو حنیفه رحمه الله، بعضیا میگه ما حنفی امام ابو حنیفه رحمه الله روز پیامبر تجلیل کرده. بیار کدام دلیلی از کتابای حنفیان پر است معلومه. امام مالک، امام شافعی، حنبلی در 4 مذهب اهل سنتی وجود نداره. پس آن یک پادشاه را میگن به نام ملک مظفر تحت تاثیر یهودیا و مسیحا رفته بود که اونا از عیسی مسیح تجلیل میکردن روز تولدش و اونو کار کرده در قرن 7 هجری 625 یا
8 هجری این روز تجلیل کرد و همی بدعت ایجاد کرد. این بدعت اینال کاری را که رسول الله صلی الله علیه و آله در قرآن وجود نداره، در احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله نیست، صحابه خلفا انجام نداده، پس خب بدعت شد دیگه. و بدعت کل بدعت ضلاله، هر بدعت گمراهی است. خب اینال همی تجلیل که بکنیم چی می ثواب می نه، ثواب نه، گناه کرد، گناه کرد. پیسه تا رفت یکم تا می 1000 ما به خاطر رسول الله صلی 5000 میتونم جان من میتونم نمی روز میلاد 10,000 خدا میپره. خب بلا و بار کن خودش ببینید دشمن سنت رسول الله صلی الله علیه و آله، ولی در روز میلادش 10,000 پا میپره. اگر تجلیل از سنت رسول الله صلی الله علیه و آله پلو خوری در سال یک دفعه باشه خواستانه. اگر ما در سال یک دفعه یک نان بکنیم از جیب خود پرتیم بازور خود ما بخوریم، خوب بسیار و به این جنتی شویم، به جنت بریم، خوب بسیار دیگه آسان شد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. فضل الرب جان، موفق و سربلند باشید. این احادیثی که اومدن، ما حدیثی که امام مسلم روایت میکند در مورد این که میگه از رسول الله سوال شد صلی الله علیه وسلم در مورد گرفتن روز دوشنبه، چرا روز دوشنبه روزه میشود؟ در اونجا فرمود فیهی ولدت و فیهی انزل علیه، میگه من در اون روز متولد شده ام و در اون روز وحی بر من نازل شده. یعنی من از اون روز، همچنان که در لفظ دیگرش میگه و یوم بعثت، همون روز من مبعوث شدم به عنوان پیامبر. اما در حدیث دیگری که اسامه بن زید روایت میکند، این حدیث هم صحیح است که امام احمد و امام ابو داود و امام نسائی روایت کرده اند از دو طریق، یک طریقش که ضعیف است و این طریقش که صحیح است. از این طریقی که صحیح است میگه رسول خدا، اسامه میفرماید، اسامه بن زید رضای خدا بر او باد، میفرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم چند روز روزه میگرفت، یعنی پشت سر هم گاهی چند روز روزه میگرفت به گونه ای که روزه را افطار نمیکرد یا چند روز افطار نمیکرد و گاهی هم اصلا روزه نمی گرفت مگر 2 روز در هفته. اگر اون 2 روز در اون روزه او بود و الا صامهما ان کان فی صیامه، اگر اون 2 روز در ایام روزهش قرار می گرفت. یعنی اگر در اون روزها روزه گرفته بود که هیچ، وگرنه این 2 روز روزه می شد. می فرماید ولم یکن یصوم من شهر من الشهور ما یصوم من شعبان، و در هیچ ماهی از ماها به اندازه ماه شعبان روزه نمی گرفت. میگه من سوال کردم ای رسول خدا، تو گاهی روزه می گیرید به گونه ای که دیگه افطار نمی کنید، یعنی پشت سر هم چند روز روزه می روید، و گاهی روزه نمی گیرید تا انسان می گوید دیگه نمیخواد روزه بگیرد، یعنی برای مدتی پشت سر هم روزه نمی گیرید الا در 2 روز که همیشه آنها را روزه می شوید. این دخل فی الصیامی، که اگر در روزه های شما وارد شوند، یعنی مگر اینکه در روزهایی که روزه هستی وارد شوند، وگرنه این 2 روز روزه می گیرید. فرمود کدوم 2 روز؟ گفتم روز دوشنبه و پنجشنبه. اونم فرمود اون 2 روز 2 روزی هستند که اعمال بندگان بر خداوند متعال عرضه می شوند، یعنی به پروردگار نشانده می شوند و پروردگار از هر مسلمانی می گذرد و او را عفو می کند، یا هر مؤمنی، مگر اینکه 2 نفری که با هم قهر کردند و با هم صحبت نمی کنند و پروردگار می گوید فعلا اینها را به حال خودشون رها کنید تا اینکه با هم صلح کنند. میگه فاحب ان یعرض عملی و انا صائم، پس من دوست دارم روزه بگیرم، یعنی دوست دارم هنگامی که عمل من به پروردگار عرضه می شود
زمانی باشد که اون زمان دقیقا روزه هم باشن. یعنی در اینجا دلیل دیگری برای گرفتن روز دوشنبه و پنجشنبه مطرح می کند، ولی در اون حدیث قبلی دلیل دیگری میگه چون در اون روز من متولد شده ام و در اون روز قرآن بر من نازل شده و انگار به عنوان شکرگزاری این کار من روزه میگیرم. همچنان که مثلا چون موسی از دست فرعون نجات پیدا کرد، سنت است که انسان روز عاشورا روزه برود به عنوان بجا آوردن شکر پروردگار. این هم همین است. یعنی در اینجا دو تا دلیل دارد، یکی شکرگزاری خدا برای اینکه او را در چنین روزی به دنیا آورده و در چنین روزی او را مبعوث کرده به پیامبری، چون در واقع در اینجا مسئله بعثتش هم هست که او در اون روز به پیامبری مبعوث شده در روز دوشنبه. و یک دلیل دیگرش هم این است که در اون روز اعمالش به پروردگار عرضه می شود. خیلی خوب، اونا اگر میخوان سنت پیامبر را عمل کنند همین کار رو انجام بدهند دیگه، چرا میان مثلا مراسم مولودی میگیرند؟ اگر اونا میخواهند کاری کنند شکر خدا را بجا بیاورند به خاطر تولد رسول خدا صلی الله علیه وسلم، بیاین روزه بگیرند، چرا مراسم میگیرند؟ اگر اونا میخوان سنت را اجرا کنند سنتش همین است. ولی به هر صورت تعدادی از اهل علم مخصوصا از علمای متأخر بر این هستند که یعنی سعی کردن این روز تولد پیامبر صلی الله علیه وسلم جشن میگیرن. معمولا این خلاف سنت است و در هیچ کدوم از اصحاب رسول الله این کار انجام ندادند. اگر این کار خوبی بود و کار پسندیده ای بود حتما صحابه آن را فراموش نمی کردند و قطعا انجام می دادند. در نتیجه به هر صورت حالا کسانی که با توجه به اجتهاد بعضی از اهل علم این کارو می کنند ما دیگه کاری بهشون نداریم، ولی ما میتونیم اونا را راهنمایی کنیم. اگر شما دوست دارید بر اساس این حدیث عمل کنید خیلی خوب، بیایید روزه بگیرید.